بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا میبینند و صدای مرا میشنوند. سلام علیکم. علیکم. کاکا جور هستی؟ جان جورم. سعادت خوب؟ نباشی خداوند. چی گپاس خیرتی است؟ تو خوب هستی؟ شکر سلام. تو خوب است؟ سلامت باش. برای خداوند دانی تر نصیب بده. زنده باشی. چی میکنی؟ چی آوردی بخیر؟ چی؟ چرا تو مرا حافظه نداده بودی؟ ما؟ ایره؟ نه از من نیست. چی بار کردی خودت؟ چی دیدی نان قاق؟ نان قاق؟ نان قاق است. باش که سعی کنیم. چی میکنی با نان قاق؟ یک کار سودا میکنم. نر مسلم میخورم ساعت سودا میکنم. خب خانه کجا؟ خانه سر کدوم شهید. اچی کاتنو. بچه ها چی کار میکنن؟ بچه ما گفتم تره که دیوانه است کار نمیکنه. کار کنه. مرا کی گفتی او کاکا در کجا؟ دا گفتم گوشت نمیرس گفتم. چی وقت گفتی؟ گفتم موتوری که مر گوشتم دادی نه. من از پاکستان آمدم. باور کنه. بیا که خیلی بریم دیگه. مرا بوجیتا. نه ایره من میگیرم. من پشت میکنم میره تو. برو پاتره خوزا کتره. تو ایره مرا بده؟ نه. در دریوری چطور هستی؟ نه یاد ندارم. بیا تو خانه ما را ببر خیره در این موتر. نگه داشته باشم. ما در پالیت میشینم. اگه بایسیکلت یاد داشته باشم مریم قبل بزن. نه خدا نکنه. بایسیکل موتر اتومات از آلین دخترها میده والا بیا بیشی سر جلا. من نمیتونم سرخیت شم. خب؟ ای قرار نکنیم. خب؟ بیا خیلی بیشی دستیت پیش روی که بریم پیش کنم دروازه تا. کلانترین کمکی که مردم برات کرده چی بوده؟ کسی کمک نکرد خیلی خدا. دو وقت خیلی خیلی 1500 من مسلمان ها دادی. چی آرزو داری از خدا چی میطلبی؟ از خدا ایمان خود میطلبم. چی میطلبم؟ چیز بس شد برای زیاده کنی مکنی خدا که تو خوب شو. اگه نکردم خدا که تو خوب شو. چی کار میکردی او غاید؟ اینم چینی را پسر میکردم. پترگر هستی؟ حالا ما پیدایت کرده. پترگر هستم. دو شهر نو موره را شکاب میکردم. موره لربته. آفرین. دیگه باشه با پایین با. دیگه باشه با دار با. دیگه باشه با چکه. در خانه بچگه کم جات قابا را مشکنون میبرم یک روز خانه کل قابا را پترکو. من میکنم سامانش با لیلان کردیم سامانش نیست. چی میگی؟ دانه بشه با خدا. اسکری کردی دیگه؟ چه میکنیم؟ چند دفعه جزایی شدی؟ جزایی نه ما چه نکردیم ما ورش که چه نکردیم. خب؟ مگه یک دفعه خانه خسر میرفتی به اجازه رفته بودی باز که آمدی 2 روز جزاییت کرده بود. ها؟ خسر مثلا نداشتی؟ اسکریت عبادت مخزن مکلفات پرنش بس که اسکر بالان قناعت اصول نموده بل واسطه با مر نخستین به سلسله مراتب جا میدن. اسکر آن شخصیتیه که
جوزی مکلفت مزور داخل شو یک کاپی رزمی زبر داشته باشه اسکر گفتم شو آلی اسکرام چه در نمی پاهم یار زنده واجب آفرین قربانتان دوستا عزیز ما دیگه رسیدیم در کارت نو اینجا را چی میگن؟ زیر تپه شیخ محمدیا باش که ما حال یک ده تا نان گرم نگیریم پدر؟ یک ده تا نان گرم نگیریم؟ میگیرم تو بیا ای نونوگه کسایی که چطور هستی او بچه گک؟ بالا میتونی؟ بالا میتونی؟ رحمت بلو اون چرا ما شما باقا نمیتونم دیگه یک چی را میشه لولا زیاد بلند است والا از این هم بلند است نه؟ کوسه کوس؟ کوه کجا میبینی؟ بله که بله جوانی نیست دیگه که در کوه میگشتی حالا خطیر زیسی این کوه زمین دیدی که میزم عند پاکستان میبرم منو چی میگه؟ با خدا جان اگر دروغ بگم جاکو بودم من حالی ننگلا شدم نمیتونم خب یک اجازه میدیم نه نگویی دیگه خب بگو از اینجا تا خانه ما پشت کده میبرم نه تو با نه و تو نمیشه کجا؟ اگر دور مانده خب ما پشتت کده میبرم مالای نه هرچی که عمر کنی آخر هم یک بلز جای است همه تر هست یا نه؟ نه کس خانه را برده میتونه و نه موتر و نه پیسه را خواه گلستان خواه گل آه یگانه چیزی که هست اعمال آدم هست باش که کدام دروازه است ما هم تا بالا ندیدیم اینی دروازه خو قلفه کجاست اشتکا سلیمک الله خیر ما اینا چوب تا بگیم نه تو میری بتی خیره بیا وطن دوست یا الله خیر بالاخره رسیدیم به جایی که کاکا زندگی میکنه این هم خانهش است همه خانه پخیشت بدتن همه خانه مست آیران بدل دادیم است اولان بدل دادیم است بدل ما ممثال مود او مادر بچه ما خیلی بودنش خانه دخترش مزهش نبود من نگفتم وضعیتش گفتی خراب بود؟ نگفتم زنکه؟ از من شخصانم است بچه ما مادر است این کجاست کل سرمایه زندگی تنمیز دیگه؟ خوشا به حالت والا نمیز قصر تو ممیز، بلدنگ تو ممیز فرش تو می نمیز کل چیز میز دیگه؟ او را اینجا میمانیم سلام علیکم لالا جور هستی ساعت خوبه این چیت میشه؟ مستم دادا این بچه که مسئله میز خلاصه همین؟ این مثال با مادر سرکن ما خانه خواهم خوب بوده خواه من بچه که جاب بکنم کدم بخیده دادا تو چی میگه قصه اسکری خدا کن آره دیگه یا تو ترمیزون هم نهی کامل بخیران دیگه تو برنامه نخنه جوش است که چیه دیدیم اتا والا آفرین جور هستی؟ جان جوره چه مگرده ایرام دیدیم تو تلویزیون تو رام دیدیم بشک والا یا نه خان دیوال برآمد برنامه نخنه جوش میگه که چی میگه مانده نباشی لالا جور هستی جان جور کجا هستی اونا جوان؟ این همی جو والا در مسکری در یک اتاق ما اتو بودیم نه؟ چیزای مرا کلش بردی گریختی از اسکری همو بچه است نه؟
نه تو کارا میکنی تو والا نکردم. ها؟ نه نکردم. کدمه بود عسکری آه خب این حال تو همی سابق چی رقم عسکری بود حالا که سربازار هم میبینی چی رقم عسکری است کدام و خوب بود خوسته بس کدی نیست. همی تعلیم رسم گذشته برما پیشتر در موتر گفتی دانه دانه تشریح کو اصلا شاید کسب اسکر یک شخص برود بس که تمام تعداد از اصل ملی شای افغان داده میشه و اسکر گفته میشه یعنی یا صابون یا کالاشویی یا نان یا قطعه جامان یا کالا یا پلتون یا جریشید زده اصلا بود داده میشه و اسکر داده بس اسکریت عبارت از طریق حقوق سیاسی بایان قناعت اصل نموده بل واسطه با امور ناخوشین به سلسله مراتب انجام می‌گیرد. اسکر آن شخصیت بود که زودی مکلفات تماده و داخل شد. یک کافی رمید در بعد از بعد اسکر گفته می‌شود. و گفتی که مچم توپ و راکت یار خودت واسم راکت من دست زدم رفتم توپ داشتم. وبوس بود توپای ما وبوسی کلان بود سارا. 100 میلیمتری. روسی بود. روسی بود کلان. خب. کلان بود کلان چاو بود. تو امور تعریف کاله. وبوس یک سلاح سنگین مربعی با قوی گاز بارود منبع پرقوت مسافی دور و نزدیک انداخت میکنه و پای جاندار به جان میسازه به جان تخریب خراب میسازه وبوس سری ولایت داره خط مستقیم داره بفاض سنگر داره قنداق پاره داره خش پیچه داره گلاسای موزن و دمپنگ داره چرخ جانبی تپایی داره دوربین توپ لال داره خب گلاسای جانبی چی رقم بود؟ این شاید خود گلاسا بود 100 میلیون بالاتم مثل میشد 100 میلیون پایین خب جنبیش آب 100 میلیون میرفت 100 میلیون میرفت چیت میکردم و چی خدا باروت یا سب آنیا گلاسا داشت بخود گفتی چیزا جاندار به جان میکنه و به جان ضعیف میسازه به جان کنم و شما سی و جاندار پولای پختاست دامیرای پختاست خیلی گونی ضعیف میسازه خب دیگه چی هست؟ همه شایگرس یارا برای ما تعریف کن شایگرس شاگرس کنگرس شایگرس کنگرس که گفت دست راست است شایگرس که گفت دست چپ است که شاگرس گفت پشت سر است بس لنمله وزمله یعنی جمع شوز پیری می باشی که خودی ما سبخانی هم دیده حق نداره که تفتر نام شو نداد حق نداره که نام شو نداد که همین نام شو نفهمید دیگه ضربهش میگی نه آسف نه باید که داد که تو نام شو هم داد با تو لنبرش میگی آفرین لنبر میگی با که لنبر دادی بسو دیگه باید که بارا دادی لندمله میکنی لندمله میکنی بلی تو تیر میشو میرسد دیگه نپارا لندمله یعنی پس تفنگ پایین میگیری نه کاش کدیشن میشه پوتا میگیری وزمله پیش میگیری دیگه شور نخوری مغزای تباد میکنه همه تو بگی کدام وقت همه تو شده که کدام نام شو نگرفته باشه یا تیر شده باشه تو جمله کده باشی نه حق داری که تو نام شو نده خود جنرال باشه خود اشرفغانی باشه بانش هم متخیر تو سر زورستی خود شو دادن نمتنه نه خودت برابر شدی کدام وقت که کسی نام شو نداده باشه نصب در گوش پاسم بود میکرد در مرکز میده باشه در مرکز نمیده نه بچهز تو خوش هستی که ما عسکری کده بس عسکری کدی اختیاری لاجوان در مرکز میده باشه والا بشد حق داری که بزنیشه میره 10 دفعه گفت بایتک برو سینه کشی برو بیادر گفت چانایم درد میکنه بار بستره را گرفته شو و گریخته اینه کاکا عسکری از شما عسکری بود یه عسکرکای ایسا مصفا هیچی دیره نمیفهمید دمی مکیله نکنه 4 تا بچهسته شاید مصفا را ما بند انداختم والا بشک یکیشی که بند انداختم چه میگه دا ورکیده ورم تو ورکنی دا مخیشه بشکت بعد حالی که من مسلم میرم کسالی باشه که مثل کسالی مره میدم پلاس مره میدم بیچاره 45 نختم مره میدم محکمه که بالا سر والا بشک خو کل سر زندگی دیگه نمه قصه خود الی خدا سنی بسم والا اگه دوست بیا چی رقم میکنی
اگه دوزا بیا چی رقمی؟ من دوزا چی منو میبره؟ دوزا چی دوزا شو برده خیلی بود دوز چی دوزی خیلی کرد یه رسای که چی میگه بچه؟ کرده مشکل کنه سگه او رو دوزی کنه هیچ چیز خونه ایسته آفرین بیشک دولا بیا اینجا پالی ما بیا بیا اینجا ما خواهدیوال هستیم ما را شناختی که شناختی بیجه بشه کجا شیچه نه همینجا اینجا پایین بیش اینجا بان که بیشی نک برو نیست که چای بزندم کنم اونجا پالیدم نیافتم پایین بیشی تو چرا نمیخوره نیگن دیوال مسخیره چای پسان میخوریم پیش بیشی دوستای تشوشتی بگی بسم الله کو دیگه اوری پلاو است نه یار خیلی لاجوان است نه مسکری هم یادت است که اگان دفعه گفته ما چور میکدی وان ما بگفته برو خیر پدرت دیوال پدرم از پروا نداره هنه یادت آمد یا نه؟ یادم آمد چند دفعه گفته از بیشیم چور کردی؟ والا زیاد کدام داد 12 دفعه بیشک دولا نه خودش اقرار میکنه 12 دفعه دستکری 12 دفعه گفته از پیش ما چور کرده اینم نال پیدایش کردیم که میمانه میره همه تر است نه؟ ما مجرمت هستم خب یک دفعه که گوشت سخت مانده بود نه آشپزک که قفاق که زدی نه باز آمر آمد 3 روز یک لنگ استادت کرده بود یادت هست؟ یا نه؟ یا نه برای وطن خدمتت انجام دادی دیگه خدا تا داود خان بابا چه نر پاچا بود داود خان نوی پاچا نه در زمین نه در سر از مال است داود خان وره داود خان دوراتم به دروغ نمیگم بچه منتظر هم از بیرون خب چی کردی دکانا را؟ کدام دکانه را؟ در کراک دادی نه؟ ما دکانه غریب است اون زمینه که چور کرده بودی بچهش یک 5 جریبه حال ننه اولادا کجاست؟ اونجا برده نشخانی دختر من خدمتش شکست میکنه اونجا بردست نیم بردست اونجا بخواهیم دفتر ما بردست مریض است؟ سخت مریض است چی کرده مریضیش چی است؟ دیگه یا بیدار سر زینه افتید یا تو شکشت دارو دوا کد نینجی دی شفاخانه از بودیم کجای آوردی یاره؟ از کجای آوردی؟ ما ایره آورده یعنی ولای مسین خواه باز از خدا خوب کدشه این دیگ جا ما بیترم مرد اینی یا من ختم دیگه نلی باش که چه میشود یا از این شو برای نه برای اونجا بودیم خب بیا خداوند پاک شفا بتش خدا جانه و اینی بچه کم است اینمی بچه است پدر بگو خواستگاری برای چی میکنی؟ برای یا نه؟ پیسه نیست نه پیسه؟ خدا مهربان است همشه میخوره فهمیدی؟ از این بگیریم برات از پاکستان از ایران از کجا؟ از این کشور خودم از وطن نبرایی بیشک والا از کشور خود باشه چی کنیم بگو خارجی ها را؟ این که زن میداشت بچه خواهم داشتم نه بچه خواهم داشتم اتکاوت بلشه خبرم میماند نه والا اکلی که متعد هستم پتر جان آلی تو خب دم مولای مورست ما خودم ازم شدم بالا جای دیگه نداریم؟ نه سر بالا که داشته باشه دمی اتاق ترسیت میشینین؟ آنه میشینیم در سر یک سفر دور کنیم این بچه که ما خواه میگم بالا؟ کجاست رایش؟ رایش زمین است اگر جایی که مثلا خانه را کرا بتینه ما 3000 با یگان چیز بخری خوش هستی دیگه؟ دیگه 3000 ما کرا از کجا کنی کرا چه کنیم خانه را خدا خو مهربان است خانه زن میطلبه خدمت میطلبه از من که میکنه بریم بالا را یک سعی میکنیم بریم بیا سلیم جان بریم خانه تا سعی کنیم نه کال آروز بیاریم باز آروز کار کنه بگوی بیادر ایچی رقم خانه جویر کردی بیا برو خود تو برو بیا تام برو خب بالا نمیتونی یا الله خیر من چه دم دست خیلی ما خواهی نمونه نه با دست خیلی خواهد چی گب بود
بیا برو تو. کجاست راه خودت؟ برو بالا شو. بیا برو که ما بلد نیست. تو پیش شو. سلیم دگرنیوالی نمیکنی تو خب؟ بیاره سلیم. غریبانه و طاقت لالا غریبانه و طاقت جور کنیم. یا الله خیر. این اتاق خودت است؟ خو بیا تو یک دفعه وطن دوست. اینی هم جای سلیم جان است. بیا سلیم داخل بیا اینی از کل زندگی. باش که برق نگیره ما. این پکر ندارم سرش کنم. فکرتا بگیری ها که پخش است. ای خدا پاک. این هم وطنهای عزیز اینی است وضعیت مردم ما. جای پایین دیدین و این جای دیدین تمام زندگیشان اینم یک توشک و بالشت قالینی است که دیگه جان ماما قدر زندگی که یادارن در این تصویر که میبینن نه؟ بله بلکه بازم لبخند میزنن. بلکل با مجرتشان ما اگر یک وقت نان نداشته باشیم با یک حد جگرخون میباشیم که چرا نیست. دقیقا بیاین زندگی زی مردم رو ببینین که بدری حالت هم بازم لبخند میزنن، خنده میکنن، میشینن میخیزن. آفرینشان. و یگانه چیزی که ما در برنامه خود داریم اوی است تا ای که لبخند به لبای کسی که مستحق است یا مشکل داره نبیاریم. ما کمک خودم اعلان نمی کنیم و ای که مسئولیت خود دانسته من حیث یک ممثل کوچک پس رفته بی سواد تا که لبخند برشان به وجود نبیاریم دیگه. هدف ما فقط اینمی است که یک لبخند برشان بتیم. از پیش ما خود دیگه چیز جور نمیشه. نه کدام پول و پیسه دارایی داریم که کلش فدای مردم کنیم. فقط از طرف ما اینمی کمک است، اینمی همکاری است که یک لبخند بتیم و تصویر حقیقی زندگی مردم بر شما به تصویر بکشیم. اینی از جای سلیم جان، پایین هم جای پدرش. مادرش هم میگن که رفته خانه پدر خود، سخت مریض بوده دیگه. خداوند پاک رحم خدا کنه بالای هموطنای عزیز ما واقعا که در داور است و ای که چی رقم زندگی است نمیفهم. اما ما و شما باید کاکا را ببریم در یک جای یک لقمه نان بتیم دیگه صحبت ها را اونجا کنیم. چقدر که میتونی لبخند بتش کنی باشه. فقط من تا یک قدر است که ما باید خنده بتیم را. بالکل. فقط ما نمو چیز از دست ما میایه که لبخند بتیمش و پشت هر لبخند از او یک درد نهفته است. بله. و شما خودتان تصویر میبینین دیگه. او که لبخند میزنه شاید از درد زیاد باشه، روزگار سرش غلبه کرده باشه. ما خو واقعیت این خانه را من حیث یک زندان برای خود فکر میکنیم. آفرین سلیم جان. بیا اینجا در پالیم بیا لالا. تو خاندیوالم هستی اینجا بیا. چی گپاز در بیرونا؟ خیرتی هست؟ حالا بگی از این زندان ما را بکش و بده. بیا خدا مهربان است. خدا مشکلگی ما و شما را بکشه. الهی امین. زنده باشه. امین. یارم هم میگم ما را دسته تو خب راستی آن دیوالم هستی ما را دیدی. قربان تلویزیونه که دموز دیگه. نه دمونجا میبینی ما را؟ چطور بازی را کس خریده برات یا خودت از این طرف و طرف در قرض وام خریدی؟ والا امی میره خریدی و تک تک میکنی. یک ساتری میکنی. و یک 300 روپا دیگه شاید 400 زیاد نتا دیگه. حالا خیلی مدل بالا بر آمده که یارم نه که دزدی در این نفر دستت میخوره. این را بیادر که از 4 منزل هم پایین پرتی باز هم یک تصویر خدا میتنه. قربان مال سابق همت نیست؟ شک. بخیر باشی. برو سلیم جان پایین دیگه. بیا بابیم ما دوستا عزیز برو پایین شو. اینجا را دیگه وطن دوست صحیح بگیم. همو را گل کنین خیره.
این هم از وضعیت زندگی. ما دیگه کاکا را گرفتم میریم بیرو، همونجا اگان صحبت کتش میکنیم باز دیگه گپارم خود زدیم. یا الله قربان بیا دیگه چوب نه چوبته یکم را رواز کنی روشنی شو بره پایین بره بیا یا الله خیر میبینی بسیار یک مسکین بیچاره خداست بچه من نیست بچه زده من چی شد خب بریم دیگه خانه مسکین دیدم پرسان کن بکل خانه پرسان کن دیگه کمک خدا که دسته کشد کشتشان بکن ما در خدمت بیا که بریم پایین بیا برو پتیک ها کجا رفتی لالا علی چای بخونی؟ نه جان قربانت باز دیگر روز میایم بخیر صحیح صحیح بخیر باشی سلامت باشی چای باز دیگر روز میخوریم صحیح قربانت بیا پدر هم یک بچه داره و هم تکلیف داره و هم تکلیف داره سلیم جان تکلیف داره اونه که بیادرزاده شد خب نمی داخلی ماما کسی بیادرزاده شد اون آبار هم بیادرزاده شد خودش یک بچه شد سلیم و هم تکلیف داره کار مار نمیکنه خودش کار میکنه یا مومی اونجا پاپاهن دکان اومد در برای بوری هم میخره یا پایین برای بوری یا پایین برای روغن نمیخره نه خانه شه نمیز دیگه خانه شد با تبلیغ داشتم خوب تبلیغ داشتم گند میکردم پاکستان مال میبردم نوردم که مدام خانه شان به شید دور میبود نمیمانم که سافر سن نوردم خانه خود نوردم مال میدانم خدمت میکردم بلو اینا پیشن سلوستم ندارم خیر است چای پروا نداره پدر خانه خودم قربانت نیست خدمت سنم میکردم خوب تبلیغ داشتم خدا از ما درست اوچه پدرمون بود اوچه پدرمون بود من بدر شدم خیر خدا مهربان است فیصله داشتم خوبه خیر باشه چیز باقی نمیمانه جز نام خدا دوستای عزیز ما دیگه اونجا رفتیم واقعیت جگر ما به حد خون شد و نتانستیم که مو تصویر کلی را صحبتای کلی را داشته باشیم حال پدر جان میشانیم در موتر یک طرف خاط رفتیم همونجا صحبت ها را ادامه میدیم و کمک های که شما کردیم او را هم تقدیمش خاط کردیم زنده باشیم خوب درخته صبر خوب درخته منطقه کینو شنده بودم توت شنده بودم خدا ایزی بار که بیشت میرفتم ها اومدم همونجا خدمت درخته خودم میگردم خدا از من بودم
چطور است سر تازه شدی یا نه؟ زنده باشی، با عزت باشی، قربان، سلامت باشی. دوستا که ما کمک خدایی کردن، خدا کمشان کمک کنه. زنده باشی، بخیر باشی. تر تازه شدی دیگه، نه تبریک باشه، بوتایت، کالایت، واسکتت، دستمالت. صبح بخیر دیگه 100 دانه جای نماز و تسبیح بگی که مردم پیشت میگن حاجی صاحب از حج آمده. صحیح است؟ ما میایم باز یک ذره و زمزم هم خدا مهربان است. بشک خدا کدرم چقدر گفتم که حاجی باشه که صداقت نباشه چه کنیشه. خب دوستای عزیز، این کاکا را دیدن که هم دادیم، سر صورتشم تازه شد، خانهشم وضعیت شدیدن شما و او روز قبل هم دیدنش که در چی حالت بود. ما برش کمک کردیم. امیدوار هستیم که برای دوستایی که کمک کردن دعا کنی بخیر که هر مشکل دارن کمک میکنه که کمک رب العالمین باشه. الهی امین. و ما تشکری میکنم از صمیم جان علی کوزایی که مبلغ 30,000 افغانی روان کرده بودن و 10,000 افغانیش ما برای کاکای موچی که 3 پسر خود از دست داده بود برای از او کمک کردیم. 10,000 افغانی دیگر هم این حال برای کاکا جواد گفتی نامت نه؟ جواد جان. داود جان؟ دوا جان. دوا جان. دوا جان. نام دوا جان برای کاکا دوا جان تقدیم میکنم. تشکری میکنم از صمیم جان علی کوزای و از مادرشان بی حاجی که ما را اختیار دادن، گفتن که هر مستحق شما پیدا کردین برش تسلیم کنین. از جمله 30,000 افغانی که برای ما روان کرده بودن 10,000 اونجا دادیم، 10,000 اینال برای خودت میتیم. زنده باشی، بخیر باشی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این 10,000 افغانی را بگی بخیر. اینه یک چیزا که برات بگی. خدا مهربان از دیگه دوستان اگر چیز کمک کردن انشاءالله ما در خدمت هستیم. بخیر باشی، زنده باشی. دیگه اونمو را گفت که یک جای صحیح بانیشه. خب بیا که ببریم تا بیا. نه من نمیترسم. ما تو را میرسانیم. اگر ما بترسم بمون خدا جان. خیره میترسانیم. نه میترسانیم. نه ما میترسم. از منی جو خانه ماست عمر زندگی مسیجه. صحیح پر تو دستمالک تا دیگه. حاجی صاحب زه خبره تکامه ولا واخلا چی میگه؟ میره در خانهش برسه. میرسانیم. دادی کور ترستوینه. این یک جور کالای دیگه هم است که او را وقت چرک شد بازی را بپوشی. کالای دیگه خلاص شد، او را در دریا انداختیم خلاص شد. صحیح؟ فقیری مسیج. چیزکای تا بتیم برد. کلکای مرا بزنده. خب؟ بانانکای ما کوچک ما. خب دیگه در او کالا نبینیم دیگه. پاتی دی باز بگو. صحیح. این ایران بگی بخیر. قربانت بخیر باشیم. سلامت باشیم. با عزت باشی قربان. نصیب کنه. از الولی احترام کنه. از جارم کنه. خداوند دمان خدا میشم. الهی کسی کمک کرده خداوند پاک او را خیر بده. آمین. کسی کمک کرده خدا جسر مالش برکت. الهی برو بخیر که بریم. زمان باشه مونکم. قربانت. جوانی تر نصیب تو. در اونجا نفتیم. کمک کنه. موقعتم برای من گوشت یکی رو گوشت آمد من صدا مرزد. خدا کل ما و شما را می توانایی را بده که باید جوانی تر نصیب تو کنه. خدا تر از ظالمان نگاه کنه. خدا همه تنج من باشی. اینو تو دور میخوریم. این راه خانه است. خب اینجا شاید از دوستا کسی باشه دیگه. ما با پناه پروردگار مسپارمت خداوند پاک دیگه. با عزت باشی. کامیاب باشی. قربانت. زنده باشی. بخیر باشی پدر جان. زنده باشی. اگه چه سرسکت رو شمال کن مرای از من خودت دیدی. خیره. خیر است. صحیح است پدر.
قربانت برو پناهگاه کت به خدای پروردگار. من که بچه ندارم غریب هستم. خانهت کجاست؟ این خانه منی فرق پای اینجا. چند تا اشتکاست؟ ما 4 تا. 4 تا. کارگرتان کی است؟ کارگر ما خداوند کارگر ندارم بچه ندارم من ندارم. کارگر ما. شوهرت فوت کرده کجاست؟ وقت فوت کرده مرده بچه ندارم. خانهت کجاست گفتی؟ این فرق پای اینجا. این بچه نونی مکنید وزیر. خب. اجانا. این سوزیدن برنامه میبینن بی برنامه چی میگه؟ کارگرتان خودت هستی دیگه. خودم تفلکام کده توست؟ این دخترات هم هست. انشالله در خدمتت هستیم. قربانت مادر بخیر سلامت باشی. مرا دستک مادرک. نی بجی پر تو خمس. بچه ندارم مرد ندارم. این تدریس سر شدیم ندارم. دوستای عزیز این مادر جانم دمی همسایه کاکا دواست نه؟ کاکا دوا را پایین کردیم دیگه میگه که اینجا به خاطر 1-4 تا نان شیشتیم که اگر کسی بخره برای ما اینی تفلکام کتیش از کارگر ندارن دیگه بیشک بیا تو بریم می طرف مادر جان. بیا مادر اینجا بیا. خانه با چی رقم است؟ خانه کراس یا از خود است؟ ما خانه با چه ورم مزه خانه دارم. خانه خود من خانه با چه ورم است. در خانه چی داری چی نداری؟ در خانه قریه آسری خدا. هم یک پرچ دارم نگاه ملای تو بگیم اولادم است. تو مسلمان که من کومت میکنی که میکنم. آیا که من موتور کمدرسی. الله. این اولادم است. میگه چه بیان بچه می این بیان می کردم الله من قربان تو کنم هم کنی الله بخش خدمتگار قربانت مادر جان الله ما قربانت تو سر ما حق داری از تو که کسی مستحق نیست ما انشاءالله در خدمتت هستیم سلامت باشی زنده باشی با عزت باشی مادر سلامت باشی وطن دوست مبلغی که سمیم جان علی کوزه روان کرده بود اونمو 30,000 افغانی بود 10,000 کاکای موچی را دادیم 10,000 شم دادیم برای کاکایی که کاکا دعا بود نه کال رسان نمیشه اینم 10,000 افغانی دیگه که مانده به اختیار ما می پول داده بود که برای مستحقین توزیع کنین دیگه نمی من حیث مادر خود ما نمی را فکر کرده 4 تا طفل داره کارگر نداره شوهرشان فوت کرده این دوستا شاید باشه دیگه کس دروغ نمیگه بازی میر پتان غیر خداوند بچه مکد ندارم مرد ندارم سرپرش ندارم بلای تیر بگیرم برگده ای میبرایم زیامت بلای تیر تو مسلمان دلی سر مدد نمونی مسلمان دلی دارم میگم میزنه بودی که سردمی خیرات میشه وی که می کمایگر ندارم پایا که تا موتر زده مادر پاسل موتورسیکل زده بوده جانایی اون دلی بابغان شفا همی پایا کماری اینی وضعیت زندگی ماست دیگه تیز رفتن نمیتن اولادم تیز رفتن نمیتن تانست بشه به خاطر 2 تا نان تو مادرم هستی تو چرا تو یک وضعیت باید داشته باشی خدا مهربان از مادر جان اونجا مردم های هستن کلشان با احساس هستن انشالله تو را تنها نمیمانیم هر کدامش چیز کمک کردن ما در خدمتت هستم مادر جان قربانت شم قربانت مادر جان نه ببینین دوستا که ساعت 7 و 10 دقیقه است اگر 1-4 تا نان در خانه شان باشه ما فکر نکنم که برای مادر جان ما گشته نمیتونیم که مرد هستیم بله گشت گذار در کابل کردن نمیتونم این مردم کل شاهد هست گذار از خانه او طرف کس رفته نمیتونه یک سیاست که در این حالات میگرده خیلی پایا که شبی بینین مظلوم مادر سعی که پایا کشه نی به این حالت به خاطر یک لقمه نان 3 تا طفل میگرده این طفل این که خودت هستی بیا شاباس دیگه کی هست طفلک دیگهش در خانه است یک اتاق داری؟ یک اتاق دارم
ماهانه چقدر مصرف زندگیت میشه؟ نگلا خودت میفهمه بچه ما دیگه چه بگویم دیگه. خب این یک بی خانه یک لیب. هر کس کمک کرد انشالله ما در خدمت برات میاریم مادر جان. ما هم دوا و همین پولی که باقی مانده 10,000 افغانی از طرف سمیم جان علی کوزی و بیبی آجی که ما را اختیار داد گفت مستحق‌ترین پیدا کنین. ما فکر نکنم که از این مادر کده کسی مستحق باشه. ما را تقدیمش میکنم و کسایی که از ما یک لطف کنن به خاطر یک مادر ما با این حال است. از عوض که در کنج خانه بشینه تسبیح پرده دعا کنه به حق جوانا. ما تسبیح چیزی که بندیم در خانه مرد نباشه، تدپرشت نباشه. نان میخوری جوری داری، نه جوری داری، مرد داری. قربانت مادر جان، قربانت بخیر باشی. تشکری میکنم از احساستان، نظر کدامتان که لطف میکنین، مرحمت میکنین. این تو مردمایی هستن که نان یک شب خدا ندارن. این مادر جان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این 10,000 از طرف سمیم جان علی کوزی از هامبورگ جرمنی. بیبی آجی صاحب هم یک دعا میکنیم خداوند پاک خیرشان بده و خودشان هم خیر بده. سمیم جان کلا گیره یک دعا کنین بیادر خداوند پاک. الهی امین. الهی امین. الهی امین. بخیر باش قربانت، بخیر باش. خدا ببخشه مادر جان، ما در خدمت هستیم. هر کسی که خودت دید که گفت برای خاله یک چیز کمک کنین که میروان کرد ما برات میارم دو دسته. اگه من بودم این دکاندارم که دادیم قمایم. اونم بود که اون جای دیده باز ما میایم پیشت. صحیح است. نه وطنای عزیز اینی وضعیت است. نه شب آرام هستیم نه روز آرام هستیم به خاطر از اینکه نفقه عیال پیدا کنیم و این مادر ما دیگه کس نداره و جز دربار خدا. خدا مهربان است مادر جان، تا کی را مصرف کنی انشالله باز پروردگار مهربان میشه. و خیر باشین. خب این بود برنامه اشک و لبخند. خدا کنه که شما از حقایق هموطنای عزیز ما آگاه شده باشین و دیده باشین. منتظر نظریات شما، منتظر همکاری های شما هستیم و می شما را زنگ بزنین، ما در خدمت شما. خدا حافظتان تا دیدار دوباره.